درود بیننده بسیار گرامی، امروز چهارشنبه 27 آگوست است و تا 15 دقیقه دیگر می‌بینیم که در تاجیکستان و جهان چه می‌گذرد. طاهری سفر هستم و از استودیوی رادیو آزادی از پراگ شما را همراهی می‌کنم. حالا نگاهی به سرخط خبر و گزارش‌های برنامه. در شهر مسکو مردی را با اتهام کارتکشی و سوءقصد به جان افسران پلیس دستگیر کردند. رسانه‌های روسیه ادعا دارند که او زاده 26 ساله تاجیکستان است. رئیس جمهور امامعلی رحمان دستور داده است جلب سرمایه برای بنیاد نیروگاه راغون سرعت بخشیده شود. ظاهراً پول برای ادامه ساختمان کافی نیست. مقامات قرغیز میگویند چای پولی طبیبان باید قانونی کرده شود. طبیبان گفتند که مزد کارشان را بالا برند و آنها را به رشوه‌ستانی تشویق نکنند. می تواند چنین شود که اگر طبیب برای کار چای پولی نگیرد درست معالجه نمی کند. کمیته تفتیشات روسیه گفت با گمان سوءقصد به جان افسران پلیس در شهر مسکو یک خارجی را دستگیر کردند. مقامات روسیه نام و جای تولد او را نگفتند، ولی صحیفه بازا در تلگرام خبر داده است که بازداشت شده یک جوان 26 ساله و زاده تاجیکستان است. حادثه روز 27 آگوست رخ داده است. مقامات رسمی هنوز چیزی نگفتند. کمیته تفتیشات روسیه در بیانیه گفته است که گمانبر در نزدیکی یک نقطه سوزشواری به ماشین پلیس ظرف شیشگی آتش گیرنده و یا کوکتل مولوتوف پرتافته است و زمانی که ماموران پلیس می‌خواستند او را دستگیر کنند با کارد به آنها در افتاد. در نوارهایی که صحیفه بازا در تلگرام گذاشته است، ماموران پلیس برای بازداشت گمانزد با او کشمکش زیاد می‌کنند. در ویدیو صدای او را تیر زنید هم شنیده می شود، ولی ماموران پلیس جوان را با زور دستگیر می کنند. مقامات روسیه گفتند به ضد جوان پرونده جنایی باز شده است. جای یادآوری است که بیانیه‌های کمیته تفتیشات روسیه در مورد خارجیان و مهاجران کاری اکثرا شبهه برانگیز هستند و سنجش مستقلانه اطلاع آن مشکل است. میرویم به تاجیکستان. امامعلی رحمان رئیس جمهور از مقامات رسمی خواسته است که تلاش‌ها برای جلب سرمایه برای نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشند، چون عقب ماندن کار فقط در یک بخش ساختمان میتواند اجرای تمام طرح بزرگ را به تأخیر اندازد. صحبت امامعلی رحمان در این باره در زمانی است که بنا به بعضی از گزارش‌ها بانک جهانی به حکومت گفته است تا زمانی که بعضی از شرط‌ها هنگام ساختمان این نیروگاه بزرگ اجرا نمی شود، بقیه پول بانک برای راغون به تاجیکستان نمی رسد. همکارم کیومرسیتا این موضوع را تحقیق کرد و قبل از برنامه در صحبت از او پرسیدم که اصلی مسئله چه هست. امامعلی رحمان روز 27 آگوست هنگام سخنرانی در حضور کارمندان نیروگاه راغون گفته است که کارهای ساختمانی به قسمت‌های علاهیده تقسیم شدند که اجرای آنها به همدیگر سخت وابسته هستند و قفامانی در یکی از آنها باعث قفامانی کارها در سمت‌های دیگر می‌گردد. روز پیشتر از این سخنرانی نزویسم گازتا یکی از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون زیر سوال قرار گرفته است، زیرا بعضی از سرمایه‌گذاران اساسی نیروگاه از جمله بانک جهانی به سبب اجرا نشدن بعضی از طلبات آنها جدا کردن پول را برای ساختمان به تأخیر انداختند. اما در این مقاله طاهر هیچ شرح و نظری از بانک جهانی آورده نشده است و فقط گفته شده است که سبب شکایتی بعضی از سازمان‌های زیست محیطی است که گویا گفتند ساختمان راغون برای کشورهای پایان‌یاب در آسیای مرکزی خطرهای جدی دارد. در گذشته همین مسئله سبب جنجال‌های سخت بین ازبکستان و تاجیکستان شده بود، ولی حالا ماجراها پشت سر شدند و دو کشور حتی سازشنامه را درباره فروش نیروی برق به ازبکستان هم امضا کردند. اما از سخنرانی رئیس جمهور برمی‌آید که ظاهراً جلب پول کندتر شده است. امامعلی رحمان از جمله گفته است که با مقصد در مهلت تعیین شده به استفاده دادن اقتدارهای نوبتی نیروگاه راغون و هرچی زودتر دسترسی پیدا کردن به مبلغ گذاری در عموم 16 سفارش هم داده است و طلب کرده است که آنها را هرچی زودتر اجرا کنند. و از همکارم همچنین پرسیدم که این سفارش ها را خلاصه کند که با کی هست و تا کجا اجرا شدنی هستند. بله طاهر، یکی از سفارش‌های رئیس جمهور محض درباره جلب سرمایه است و به خصوص به وزارت مالیه و اداره‌های دیگر دولتی که همکاری با سازمان‌های بین المللی مالی و دیگر مبلغ گذاران را گسترش بخشیده برای هرچی زودتر دسترس کردن مبلغ‌های پیش بینی کرده آنها چاره‌جویی کنند.
طبعا میدونیم آخر سال 2024 بانک جهانی برای بنیاد نیروگاه راغون 350 میلیون دلار کمک به بازگشت اختصاص داد، ولی اکنون گفته می شود که جدا کردن پول را متوقف کرده و از حکومت خواسته است که یک برنامه کارآمدی بازگرداندن قرض ها را پیشنهاد کند. در عموم برای ساختمان راغون که بلندترین سد را در جهان خواهد داشت تقریبا 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرور می شود و حکومت در حال حاضر چنین پول ندارد. در عموم بانک های عظیم بین المللی از جمله بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی رشد و دیگر مؤسسه های بین المللی مالی هم اظهار آمادگی کردند که برای ساختمان راغون پول میدهند، اما معلوم نیست که میلیاردها و یا صدها میلیون دلار وعدگی این مؤسسه ها به دست حکومت کی میرسند. اما ظاهرا رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تا جای خوشبین است که به مقامات دستور داده است که تا ماه سپتامبر سال 2027 اگریگات چهارم نیروگاه را به کار اندازند. عین زمان دو چرخه نیروگاه به کار انداخته شدند و تاکنون زیاده از 9 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق با ارزش بیشتر از 200 میلیون دلار استحصال کردند. طبعا میدانیم نیروگاه راغون باید تا سال 2032 یا 2033 مورد بهره برداری کامل قرار گیرد و تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند که حالا مردمش هر سال از کمبودی نیروی برق عذاب میکشند. همکارم کریم ارسیاتو درباره پیش آمدن مشکلات در مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه راغون صحبت میکرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت azadi.org نشر خواهد شد و ضمناً چند پیش وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده گفت که تاجیکستان قرض‌های خارجیش را کمتر کرده است که اعتبار کشور را در نزد سرمایه‌گذاران بالا میبرد و تاجیکستان امکان می‌یابد از جمله برای نیروگاه راغون قرض‌های با امتیاز دیگر به دست آورد. در چچنستان یکی از خواهرزادگان رمضان یا رمضان قادیروف را که سبب مرگ 2 نفر و یتیم ماندن 2 کودک دیگر شد از جوابگری جنایی آزاد کردند. یاسین زکریف امسال هنگام رانندگی سبب یک صدمه نقلیاتی مرگاور شد که در آسیا مثل تاجیکستان برای آن جزای سخت میدهند، اما ظاهرا نفوذ رمضان قادیروف اینجا نقش بازیده است که جیانش به جزا میماند. گزارش را در این باره همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم می کند. خواهرزاده رهبر جمهوری چچنستان روسیه یاسین زکریف که سببگار یک صدمه مرگبار در شهر گرازنی می باشد از جوابگری خلاص شده است. مموریال مرکز حفظ حقوق بشر از قبل گروه‌های مخالف حکومت چچنستان آورده است زکریف پسر زولای خواهر رمضان قادیروف رهبر چچنستان بوده وظیفه رئیس پالات حساب این جمهوری قفقاز شمالی را به عهده دارد. به نوشته مموریال 20 ایول سال روان ماشین زیر نظارت زکریف از عقب با ماشین دیگر برخورد. در نتیجه زن و شوهر این ماشین به هلاکت رسیده 2 فرزندشان زخم برداشتند. زکریف در این تصادف آسیبی ندیده است. بعد یک روز قربانی ها به خاک سپرده شدند و مقامات محلی میان زکریف و خانواده قربانی ها معرکه آشتی تشکیل کردند. حامیان حقوق میگویند که معلوم نیست که در چه شرایط خانواده قربانی ها به آشتی موافقت کرده است. سامانه کافکاز ریالی می نویسد زکریف در یگان شکل جوابگو نشد و در رابطه با صدمه پرونده جنایی هم باز نشده است. در چچنستان مراسم آشتی میان دشمنان خونین وجود دارد که در آن عائله قربانی گناه جانب مقابل را بخشیده او را از پرداخت قصاص خونین آزاد می کند. در صحبت با نشریه اینسایدر ادوکات یوگنی سمیرنوف گفته است بر پایه قانون جنایی روسیه در هر صورت پرونده جنایی میبایست باز شود. بعدا در اساس آشتی جانبها امکان داشت پرونده بسته شود. بخش روسی BBC تاکید میکند که فعلا بیش از 80 خیشتبار رمضان قادیروف وظیفه های بلندپایه چچنستان را به عهده دارند. سر می‌زنیم به همسایه کشور به قرقیزستان که در اینجا پیشنهاد درباره چایپولی قانونی به طبیبان بحث زیادی را برانگیخت. یکی از وزیران گفته است که از بس که مردم به طبیبان با اظهار قدردانی برای معالجهشان چایپولی میدهند چرا آن را قانونی نکنند؟ عین زمان این کار در قرقیزستان غیر قانونی است و به نوع رشوه یا پاره به حساب می رود که برای آن هم جزا تعیین شده است. همکارم شعلای عبدالله گزارش می‌دهد.
پیشنهاد قانونی کردن چایپولی پزشکان را ایاز بیاتوف وزیر عدلیه قرقیزستان در میان گذاشت. او در یک کانال حکومتی در تلگرام نوشت اگر به پیش خدمت چایپولی دهند کار خوب است، ولی دادن چایپولی به طبیب رشوه حساب می شود و این نادرست است. مطبوعات قرقیزستان این پیشنهاد را چایپولی به پزشکان نامید و بسیاری از آنها ناراحت شدند. وزیر بعداً گفت بیماران اکثر با دادن پول به طبیبان کار آنها را قدردانی می کنند که از نظر قانون رشوه دادن است. پرداخت ایلوگی اختیاری می تواند شفاف باشد، زیر نظارت و پرداخت در خزینه و بعدی انجام کار. باید پولی زیاد و بی‌معیار نباشد. راه‌های پیشگیری از تجارت کردن این تجربه از جمله امضای ورقه پرداخت اختیاری هم بررسی شد. پیشنهاد بیاتوف را وزیر تندرستی قرقیزستان ارکین چچیبویف دستگیری کرده است. با باوری وی پرداخت‌های غیر رسمی و یا همان چایپولی برای قدردانی کار پزشک همیشه بود و خواهد ماند. اما با گفته وزیر این قدردانی باید رسمی ثبت شود و نه اینکه آهسته به جیب طبیب اندازند. اگر بیمار از طبیبان سپاسگزار است میتواند بدهد، اما حتمی نیست. گاه سخنانی صمیمی اظهار سپاس به طبیب کافی است. چون این روش میتواند با آن مساعدت کند که طبیبان با کارشان صادق مانند و آن را ادامه دهند. ولی عادل بیسالوف معاون نخست وزیر قرقیزستان پیشنهاد مذکور را تنقید کرد. او گفت که وزیران اندیشه های خصوصی خود را گفتند و آن موقع تمام دیوان وزیران نیست. مقایسه چایپولی به پیشخدمت برای تمام طبیبان تحقیرآمیز محسوب می شود. تلاش برای قانونی کردن این کار از گذشته آمده است. ما نباید از پس قانونی کردن یک رسمی بدی آسیایی باشیم، بلکه باید هدفمندانه کشور اجتماعی بسازیم و طب خود را به سمت بلندترین معیارهای اخلاقی روانه سازیم. پیشنهاد قانونی کردن چایپولی پزشکان به بسیاری از آنها خوش نآمده است. آنها گفتند که طب کاری نیست که فقط برای پول انجام می شود. دیگری گفتند که با چنین پیشنهاد طبیبان را تحقیر کردند که گویا در شفاخانه به پول کسی را معالجه نمی کنند. ولادیمیر پاک پزشک گوش و گلو بینی 11 سال باز در شفاخانه های دولتی کار کرده است. او میگوید هر وقت اگر خواستند چایپولی را رشوه میگویند و اگر این پیشنهاد قبول شود طبیبان هم می توانند از آن سوء استفاده کنند. Может сложиться такая ситуация, что врачи не будут хорошо смотреть. میتواند چنین شود که اگر طبیب برای کار چایپولی نگیرد درست معالجه نمی کند. بعد این هر بیمار باید پول دهد و طبیب نیز حق معین قدردانی طلب می کند. مثلا 500 سوم و یا 1000 سوم برای معالجه. اگر بیمار این پول را ندهد معالجه درست صورت نمی گیرد. Если пациент не оплатит ему, то врач может не так качественно оказывать помощь. همه این بحث ها به این خلاصه رسیدند که در قرقیزستان باید مزد کار پزشکان را زیاد کرد، اما از بودجه دولت نه از جیب بیمار. این زمان مزد میانه طبیبان در شفاخانه های دولتی قرقیزستان تقریبا $260 است. و یک خبری جالب از تاجیکستان. دادگاه شهر گلستان پدر یک نوروس 11 ساله را که به اثر همسنفش با سنگ زده است با گناه بی‌اعتنایی به تعلیم و تربیت او جریمه کرده است. در حکم دادگاه از روز 13 آگوست که رادیو آزادی آن را امروز دید آمده است، فرزند یک ساکن گلستان که از او فقط NL نام بردند روز 8 میلیون هنگام ماجرا به اثر همسنفش با سنگ زده او را مجروح کرده است. دادگاه نام نوروسان را نیز آشکار نکرده است و فقط گفته است که هر دو در مکتبی میانه رقم 14 در شهر گلستان تحصیل می‌کردند. در تاجیکستان بر اساس قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک والدان عهده‌دارند که از جمله از رفتار دغلانه فرزند در کوچه، استفاده سخن‌های قبیح، خلل‌دار کردن آرامی جامعه پیشگیری نمایند. دادگاه شهر گلستان گفته است از بس که به نظارت گذاشتن نوروس سبب استفاده زورآوری نسبت به شخص دیگر شده است، پدر کودک را بر اساس کودکس حقوق ویرانکنی در تاجیکستان 1500 سامانی و یا تقریبا $150 جریمه بستند و گفته دادگاه پدر نوروس گویا به گناهش اقرار شده است ولی نظر خود او دسترس نیست. قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک که سال 2011 قبول شد در تاجیکستان بحث زیادی را برانگیخت و تاکنون چند دفعه هم اصلاح شده است. برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش و صحبت‌های دیگر را می توانید در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.